کوکو، من شادیم و به دنیای من خوش اومدی. اغلب ما سفر خود را در مسیر اطلاع شخصی را به این دلیل آغاز می کنیم که در جایی از زندگی سنگینی بار مسئولیت ما بسیار بیش از چیزی است که می توانیم تحمل نماییم. کتاب نیمه تاریک وجود در مورد آشکار کردن آن جنبه‌ای از وجود ماست که روابط ما را تخریب می کند، روح ما را می کشد و مانع تحقق رویاهایمان می گردد. این همان چیزی است که کارل یونگ آن را سایه نامیده است. سایه شامل بخش‌هایی از ماست که تلاش می‌کنیم آن را پنهان و یا انکار نماییم. این شامل آن صور تاریکی است که به اعتقاد ما برای خانواده، دوستان و مهمتر از همه برای خودمان قابل پذیرش نیست. این بخش تاریک به صورت نهان از خود ما و اطراف ما درون آگاهی ما انباشته است. پیامی که ما از این فضای پنهان دریافت می‌کنیم ساده است. حال من خوب نیست. من دوست داشتنی نیستم. من شایسته نیستم. من ارزشمند نیستم. بسیاری از ما به این پیام اعتماد می‌کنیم. ما معتقدیم اگر به اندازه کافی از نزدیک به آنچه درون ما قرار دارد بنگریم، چیز وحشتناکی را خواهیم یافت. به همین علت ما در مقابل نگاه کردن طولانی و دقیق به درون خویش مقاومت می‌کنیم. چرا که می‌ترسیم با کسی مواجه شویم که نمی‌توانیم با او زندگی کنیم. ما از خودمان می‌ترسیم. ما از هر فکر و احساسی می‌ترسیم که تا کنون سرکوب کردیم. اغلب ما از این ترس فاصله می‌گیریم و فقط از طریق بازتاب آن روی چیزهای دیگر می‌توانیم به آن واقف شویم. ما این ترس را به جهان خارج خود مربوط می‌کنیم، به خانواده، دوستانمان و به غریبه‌ها. ترس ما به حدی عمیق است که تنها راه مواجهه با آن را در مخفی کردن و یا انکار کردن آن می‌شناسیم. ما تبدیل به شیادانی می‌گردیم که خود و دیگران را فریب می‌دهیم. ما به حدی تظاهر به خوب بودن می‌کنیم که فراموش می‌کنیم نقابی زده‌ایم تا خود واقعیمان را مخفی کنیم. ما میپذیریم آن کسی هستیم که در آینه مشاهده میکنیم. ما میپذیریم که همان جسم ظاهری و افکارمان هستیم. به جای اینکه تلاش نماییم که سایه‌های خود را سرکوب کنیم، لازم است توسط خودمان آنها را آشکار کنیم. از آنچه ممکن است با آن روبرو شویم استقبال نماییم. منظور من از توسط خودمان این است که ویژگی‌های متعلق به خود را بپذیریم. گزیده‌ای از کتاب نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد.